بیا دستت رو بذار روی سر امید. امید میخوام که دست حسین رو جدا کنی از سر امید. محکم، تا میتونی محکم دستت رو نگه دار. بلند کن. امید میخوام دست هر دو رو بلند کنی. اوکی؟ خب حالا بچه عقب بایستید. امید دستت رو بذار روی سرت، اون دستت رو هم بذار. میخوام هر دو با هم دست امید رو از سرش جدا کنید. مرسی. میخوام این رو بهتون بگم، وقتی که شما توقع داری دست دیگری رو سرت باشه، دیگری تو رو حمایت کنه، این دست دیگران خیلی راحت جدا میشه. تنها دستی که رو سرت میمونه دست خودته. این دست وقتی اینجا میمونه بچه ها، هیچ کس نمیتونه جداش کنه. مهمترین انتخاب زندگی اینه که شما متکی به خودتون و متکی به نفس خودتون باشید.